جنتی ها میگفتند ای انسان های دوزختی، چی چیز شما را دوزختی گرداند؟ چی چیز سبب شد که شما دوزخ رفته؟ چی چیز شما را به عذاب دوزخ مبتلا گرداند؟ برادران بزرگوار، این جملهش اهمیت بده. چی جواب میگویند؟ چی جواب میگویند دوزختی ها؟ ما با چی خاطر دوزختی شدیم؟ قالوا لم نکن من المصلین. میفتن سببی که ما دوزختی گردیدیم سببش این بود که ما نماز نمیخواندیم. نعوذ بالله. سببی که ما امروز به این عذاب دوزخ مبتلا شدیم سببش این است که ما در دنیا نماز نمیخواندیم. برادر بزرگوار، ای شخصیتی که نماز نمیخوانه، این جمله را خوب اهمیت بده که جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن، میپرسیدن با چه خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب میگفته که سببش این بود که من نماز نمیخواندم.